دوستان چش بخورید چش نخورید. جناب سلام. سلام قربان. روزتون بخیر. ممنون، تشکر. عزیز، به نظر شما چرا تشک رو همیشه قبل از دوخت با چوب میزنن؟ چون ممکنه بعداً خیلی چیزا ببینه. باید یاد بگیره دهنش قرص باشه. مردم مست میکنن زنگ میزنن به عشقشون. رفیق من مست کرده زنگ زده به من میگه یه چیز بهت میگم بین خودمون بمونه. من شرکم. خانم بابایی با شما جانم. خوابیده بودی؟ نه برای چی بخوام؟ داشتم واسه فروش بیشتر دعا می‌کردم. خواب نداریم.